بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. वतन मोज़ाम्बिक दा अफगानिस्तान दा ज़मू ज़िबा वतन दा ज़मू लैला वतन दा
وطن موزانده دا افغانستان دا وطن موزانده دا افغانستان دکتر عزیزالرحمن حکمی هستم، از اسپانیا آمدیم و واقعا هدف ما صرف شرکت در دیورند جرگه بود به خاطر ابطال خط دیورند و استرداد تمام مناطقی که ما از دست دادیم و این ظلمی که در سر برادرای پشتون و بلوچ ما است. باید هر رقم که میشه به هر شکلی که میشه باید وحدت بکنیم، اتحاد بکنیم، همبستگی بکنیم و این مناطق از دست طرفه خود از دست ببریم. و یک مسئله مهمی را باید یادآور شوم که مشکل پروبلم خط دیورند تنها از یک مردم، از یک قوم، از مردم پشتون تنها نیست، از تمام مردم افغانستان، از تاجک و ازبک گرفته تا هزاره و نورستانی و هندو و سک می باشه. باید متحد شویم و به دیورند جرگه بپیوندیم، زیرا هدف دیورند جرگه استرداد مناطق از دست رفته و ابطال خط دیورند می باشه. مرکو زمانو حبیب الله برگزای زادرانده دنمارک نراغله. با خاطر چی آمدین سر؟ خود در مجلس پار آقلم در دیورند کرد که برای اول تا شهید غازی ببرک خان عکسم د امیر امان خان سره خو یی خاطر په اخر کې یو زوی و سید اکبر نه قتلی وش دا هغه د وغوزه و بس دغه پیسې کړه چې خبره وکم خو چې وخت کم و ممکن نوبت راونه رسې. زه د برلین د جرمني نه راغلی یم او دلته د دیورند جرګې په نړیوال کنفرانس کې مې د برلین د سولې د کمیټې په استازیتوب ګډون. لولا پشمور می واخیست په فریاد او په سورانه مور می بچکی ہے بچانو ستاسو کور افغانستان لولا پشمور می واخیست په فریاد او په سورانه مور می بچکی ہے بچانو ستاسو کور افغانستان نور میں بچ گئی ہے بچانو ستاسو کور افغان برخو بلا ویران دا سوک میں غواړي چې ما خرڅ کی جوړ ویرانا غلام بسته خدای د پارا لګ می پریک دی په قرارا سل خرڅ یم لیدلې شویرانا لارا نور نو څغواړې لمانا کندواله مټول ورانی اور میں بچ کے ہے بچانو ستاسو کور افغانستان نور میں بچ کے ہے بچانو ستاسو کور افغانستان مشهد نتر دلی پوری ارچاوم پیژندل من د خپلو ګاونډیو د سیالۍ یم ورسېدلی زه به څنګه نه ځورېږم زه به څنګه نه ژړېږم بل ته لاس نیسم محتاج یم نه هومره منه بسم الله الرحمن الرحیم. ایدای ملی مربوط یک شخص یک نفر نیست، این مربوط تمام برادرها و خواهرای است. دولت انگلیس مفاد برد، پادشاه وقت مفاد برد، اما ملت افغانستان به دو حصه تقسیم شد، به دو حصه مساوی.
दाज़नू लेला वतन दा वतन मोज़ान दे दा अफगानिस्तान दा वतन मोज़ान दे दा अफगानिस्तान दाज़नू ज़ेबा वतन दाज़नू लेला वतन दा वतन मोज़ान दे दा अफगानिस्तान दा वतन मोज़ान दे दा अफगानिस्तान پشور می واخیست و فریاد و سورانه اور می بچ کے اے بچانو ستاسو کور افغانستان اور می بچ کے اے بچانو ستاسو کور افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامات خود خدمت فرد شما تقدیم میکنم. امید است که جور و صحتمند باشین. اولا تسلیت بر برادرها و خواهرای بدخشان خود عرض میکنم، بر فردشان، بر فامیلشان، خصوصا در قریه آرگو و در این حال عملات نامردانه و بزدلانه پاکستان به شدیدترین لحن ما تقبیح میکنم. امیال یکی از دوستا از افغانستان بر ما تلفن کردن، گفتن که فعلا جنگ بین قوای افغانستان و قوای سرحدی افغانستان و قوای سرحدی پاکستان جریان داره. من میگم میره که زنده باد اردوی ملی افغانستان، زنده باد پلیس ملی افغانستان، زنده باد مردم افغانستان، زنده باد افغانستان. ما آماده هستیم که در راه دفاع از افغانستان جان خود بدیم و انشاءالله جزئیات پسانتر تلفن میکنن از افغانستان. صادق صاحب از در افغانستان هستن، اونا تمام جزئیات با ما تلفن میکنن و تشریح میتن. قراری که ما گفتیم در 4 سال یا 5 سال گذشته پاکستان الا دادنی افغانستان نیست و او خوف فکری که در زمان جهاد پاکستان داشت، او خوف فکر از کله خود پاکستان باید بیرون کنه. حال مردم افغانستان اتفاق کردن. ما با آیسای و با اردوی ناجوانمرد پاکستان میگم، شما دیدین انتخابات مردم افغانستان
که یک دست یک صدا رفتن به پای صندوقا، نه از تروریستا ترسیدن و نه از پلانای شوم شما. ما ایره به شما میگم که انشالله روزای شما آمده نیست و مردم افغانستان هیچ وقت از این اعمال ناجوانمردانه تان، نااسلامی، ناجوانمردانه در مقابل مردم افغانستان میکنین و در این حالت اساسی که مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار داره شما این عملات میکنین، انشالله روز خواهد رسید که ما جوابش به شما بتیم. ما میخواهیم که بریم به یک عکس به اصطلاح و در موردش صحبت میکنیم. باز پس انشالله میاییم موضوع دیگر صحبت میکنیم. شما خبر دارین که در اول اپریل 2014 کرزی و شورای وزیرای افغانستان به نهادهای دولتی، شورای امنیت افغانستان، وزارت خارجه افغانستان، وزارت دفاع افغانستان، وزارت داخله، وزارت سرحدات و اداره امنیت ملی دستور داد که متن جدیدی که عبارت از واژه خط دیورند به عوض سرحد استفاده شود. دولت افغانستان به این عقیده است که سرحد در تضاد با منافع علیای وطن است و این حق تاریخی وطن و این سیاست جاری دولت خواهد بود. در تمام مکاتبات، گفتگوها کلمه سرحد استفاده نشود و آقای کرزی در این جریانات بررسی طرح عملیات دوجانبه سرحدی را میان افغانستان و پاکستان به اصطلاح صادر کرد. دولت افغانستان این خط تحمیلی در زمان مقامات هند برطانوی امضا شده را و اکنون نیاز به است که ما موضوعاتی که منافع ملی مردم افغانستان در بر داره و خصوصا این خط منحوس دیورند که دائما پاکستان سرحد شمار میکنه، حال فعلا او را باعث سرحد استفاده نمیشه و او را به نام خط دیورند لاین استفاده میشه. به این ترتیب این بزرگترین موفقیت است برای مردم افغانستان و برای تمام افغانای ما که یک کار تاریخی است شده و این واقعا موجب مسرت و خوشی این جانب هستند. ما فکر میکنم که آقای کرزی از دولت امریکا هم خواستن که اگر بتوانند مذاکرات خط دیورند دوباره آغاز کنند. چرا خط دیورند در 1893 بین افغانستان و هند برطانوی به اصطلاح امضا نشده بود، اما صحبتاش شده بود در این قسمت. ولی آقای کرزی خواست از دولت امریکا اگر شود موضوعات مربوط به خط دیورند دوباره گرفته شود و در این حال آقای کرزی گفتند که در مجلس شورای وزیران حال فعلا زمینای ما و بندرهای ما تحت کنترل پاکستان است به طور موقتی. اگر شود که مذاکرات دوباره شروع شود که ما بتانیم که از این مشکلی که بین افغانستان و بین پاکستان است این مشکل بتانیم به یک ترتیب ما حل و فصل کنیم. ما میخواهیم که چند موضوع را ذکر کنیم. موضوع عمده است که رول پاکستان در شرایط فعلی افغانستان. اولا بیاین صحبت کنیم که خود شرایط دولت ملکی پاکستان با چی قرار است. قراره که میگن نواز شریف کنترل از دستش خارج شده، به این معنی که وقتی که نواز شریف خود انتخاب کرد باعث صدر اعظم پاکستان، وعده هایی که او داده قادر نشده. وعده هایشی بود که اصلاحات اقتصادی رو بیاره، شرایط تجارت با هندوستان بهترتر بسازه و رول آشتی گریر به اصطلاح با افغانستان در نظر بگیره
و مبارزه در مقابل طالبان یا آوردن صلح بین دولت پاکستان و دولت پاکستان است. مقامات حقوق بشر میگویند که افراطیون مذهبی و طالبان با مسئولیت کامل در سر پاکستان رفت آمد میکنن و مقامات دولتی پاکستان قدرت ندارن که با اونا مداخله کنن. طالبای پاکستان سابق به شکل پراگنده در سر پاکستان فعالیت میکردن و حال فعلا طالبا یک جا شدن تحت یک نام به نام جنبش طالبان که اینا زیادتر وقت در سند و کراچی و پنجاب و بلوچستان فعالیت میکردن که به این ترتیب این مقامات حقوق بشر میگه که یعنی امکان عزیز که هر دقیقه این مناطق به دست طالبان بفته و کنترل طالبان به دست بگیره. به این ترتیب شما میبینین که شرایط فعلی پاکستان بسیار تیره است. همین فعالیت هایی که ما کردیم در چند سال گذشته، خصوصا بی‌عدالتی که آیسای در مقابل مردم افغانستان و کشتن برادران بلوچ ما، برادران هزاری ما و برادران سندی ما، خصوصا همین لشکر جنگوی لشکر است که یعنی میتونه در پنجاب آزادانه هر طرف فعالیت میکنن، اما اونا قادر بیستن که برادرای شیوعی ما را هر دقیقه و هر ثانیه مورد هدف قرار بدن، اونها را از بین ببرن که ما ایره به شدیدترین وجه تقویم میکنیم. برادران ما تمام برادران افغان شانه به شانه، پالو در پالو از حق برادرای شیوعی ما در پاکستان دفاع میکنیم. ما از شروع دیورن جرگه از حق برادران هزاری ما دفاع کردیم و در آینده دفاع خواهم کرد. ای که پاکستان میخواهد گرگرمیری رو به اصطلاح بار بیاره در بین افغان ها، یکی رو به نام شیعه و یکی رو به نام سنی و یکی به نام بلوچ میکشه و جسدشان ناپدید میکنه. و ای که ما آواز خود بلند کردیم در مقابل آیسای و دولت نظامی پاکستان، فعلا فعالیت‌های بسیار آشکار و واضح در داخل خود خاک پاکستان شروع شده و شما چند وقت پیش دیدین که تعداد کثیری از مردم، از برادرای او طرف خط دیورند ما، خواهان عدالت از دولت نواز شریف شد و نواز شریف وعده کرد که معلوماتی در قسمت گم شدن عزیزان از برادرای بلوچ و برادرای هزاری و برادرای افغان ما معلومات خود برشان ارائه خواهد کردن. و شما خبر دارین که آیسای دائما به شکل مخفی فعالیت داشتن، اما فعلا شرایط طور شده که اونا باید از خود به اصطلاح دفاع کنن. خصوصا در داخل خود پاکستان فعالیت‌های احمد میر که یک ژورنالیست بسیار ورزیده پاکستان است، احمد میر در مقابل آیسای اقدام کرد، در مقابل آیسای فعالیت‌ها داشت و خصوصا تلویزیون شوها را داشتن و آیسای تقریبا خواست که احمد میر از بین ببره اما قادر نشد. اما شما حالا فعلا بریم ببینید داخل خاک پاکستان در طرف عکسای آیسای ماندن و رئیس نو ارتش پاکستان در سرکا میمونن و شما ببینید که مظاهرات مردم در داخل خاک پاکستان. اگر شما عکس‌ها را بانین صاحب
شما میبینین که این دو نفر دست چپ رئیس عمومی آیسای است و دست راست رئیس ارتش جدید پاکستان. اونا میخواهند که در داخل پاکستان نشان بدن که ما به مفاد مردم پاکستان هستیم، در حالی که دستگاه جاسوسی آیسای بغیر از کشت و کشتار اشخاص بیگناه و اشخاص ملی دیگر کار نداره، که باز هم موافقت دیورند جرگه و موافقت مردم افغانستان است که در مقابل یک دستگاه جاسوسی قاتل قدم کرد و شرایط فعالیت و شرایط زندگی داخل خود پاکستان برشان تنگ کرده. دیگه در این حال این توجه تمام ممالک ها هم گرفته که ما از دولت امریکا و دولت انگلستان تقاضا میکنیم که دستگاه جاسوسی که شما تقویت میکنین به غیر از کشت و کشتار اشخاص ملکی و بی‌دفاع و بیگناه دیگه کار نداره. به اصطلاح شما پولی که به آیسای میتین، دولت امریکا یا دولت انگلستان، این دستگاه جاسوسی و قاتل از شما تقویت کرده میرین. ناگفته نمانه که ما باید چند نقطه را ذکر کنیم که سیاست افغانستان خوشبختانه در مقابل خط دیورند تغییر کرد. به اصطلاح که سرحد تبدیل کردن کرزی صاحب به خط دیورند. یکی پاکستان در مقابل خط دیورند چی پالیسی را داره، باید ما این موضوع را باید سرش صحبت کنیم. سیاست پاکستان این بوده که ما میراثخور هند برطانوی هستیم و ما میخواهیم که از امی خط دیورند پاکستان میگن که سرحد است بین پاکستان و افغانستان، سیم خاردار پرته و در این حال ماینگذاری شدید کنه و در این حال پالیسی عمدهشان است که هیچ افغان نمانه که از او طرف خط دیورند به این طرف خط دیورند به، از این طرف خط دیورند به او طرف خط دیورند به. و یک لغت را آیسا استفاده میکنه، به اصطلاح دیفاکتو میگه. این شرایط دیفاکتو است که دیفاکتو در زمانی که 1954 در مانیلا توسط ممالک ناتو استفاده شد و این ترم دیفاکتو دیجور به اصطلاح در مقابل ممالک ناتو، در مقابل کمونیسم مبارزه میکرد. شما ببینید که پالیسی آیسای و دولت نظامی پاکستان است که اساساً باید اساکر خود در خط دیورند جای به جای نمی کردن. حدود 80,000 عسکر اونا جای به جای کردن که همین پرابلم هایی که فعلا شما میبینین، همین جنگی که فعلا جریان داره و اردوی پاکستان بالای پوسته سرحدی افغانستان حمله کردن در قندهار، در میراحمد، منطقه میراحمد به اصطلاح یک عسکر ما شهید شدن و تعداد زخمی شدن و این که چند عسکر پاکستان تلف شده او را ما احسایش نداریم. به هر صورت دولت افغانستان خصوصا قلم مخصوصش ادعا کرد که قوای ناتو در این مناقشه به اصطلاح آغشته است، به این معنا که تاسیساتی که باید به دست افغان ها میرفت او را به دست پاکستانی ها گذاشته که این مثلا همی جنجال ها را بار آورده. به هر صورت ما میفهمیم که مناقشه پاکستان دائم با افغانستان بالای خط دیورند است
و اگر این پرابلم بین افغانستان و پاکستان حل نشه، هیچ وقت در افغانستان ترقی و تعالی و صلح و افغانستان نمیتونه که به اصطلاح با آرامی زندگی کنه. و در این حال اگر سرحد بین افغانستان و پاکستان تعیین نشه، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی در افغانستان به وجود آمده نمیتونه. و اگر موضوع سرحد بین افغانستان و پاکستان حل شوه و صلح بیاید، یه تاثیر بسیار مثبت بین بالای افغانستان و پاکستان خواهد داشت. اگر شود که شما ببخشید فضل جان، ما بعضی موضوعات راجع به دیورند از نظر در زمان دولت ظاهر خان، دیورند لاین در زمان یعنی ظاهر خان و هاشم خان، این ما تشریح میکنیم. و بعد دیورند از نظر دولت کانادا، دیورند از نظر دولت امریکا، دیورند لاین به اصطلاح، دیورند لاین از نظر دولت هندوستان و دیورند لاین از نظر خود افغانا و پشتونا چی است. ما این را با جزئیاتش تشریح میکنیم و ما میخواهیم که به طور خلاصه بگوییم میره که موقف پاکستان فعلا چی است، یعنی پالیسی که پاکستان طرح کرده فعلا در مقابل افغانستان. چندین نقاط بسیار مهم ما ذکر میکنم. اولی که آیسای و دولت نظامی پاکستان میگه که ما یعنی وقت کشی میکنیم، به این معنا که ما انتظار وقت هستیم. دومی که موقف پاکستان با خروج اساکر ناتو قویتر شده میره، یعنی به این معنا که هر روزی که اساکر ناتو از افغانستان میبره، پاکستان خوشحالتر میشه. و دیگه ای که میخواد که رول هندوستان پاکستان در افغانستان بیخی از بین ببره و بسیار زیاد محدودش بسازه. و در این حال پاکستان میخواد که در آخرین لحظه بهترین موقف از غرب به خود کمایی کنه. یعنی این نقطه مهم است که پاکستان میخواد که در آخرین معطل کنه تا آخرین لحظه و یک امتیاز فوق العاده به دست بیاره که او امتیاز عبارت است که سیاست افغانستان زیر کنترل پاکستان باشه، یا ای که بعضی موضوعاتی که تا بال واضح نشده توسط دولت پاکستان، اما چندین نقاطی که ما به شما ذکر کردم پاکستان شدیداً سر از او کار میکنه، خصوصا امی که یک موقف بسیار فوق العاده از ممالک غربی خصوصا امریکا و ناتو بگیره و این موقف به اصطلاح به مفاد پاکستان از نظر طویل مدت تمام شود. و ای که موقف پاکستان در مقابل طالبان میخواهند که به اصطلاح مناطقی که تحت کنترل پاکستان نیست اون مناطق به دست بیاره. خصوصا شما خبر دارین که پاکستان در وزیرستان جنوبی یک سرک را ایجاد کرد به طول 80 کیلومتر که مستقیم از وزیرستان جنوبی تا خط دیورند یا تا افغانستان میآید. ما فکر میکنم که ایجاد سرک بسیار با مفاد افغانستان خواهد بود، به اینکه اگر ما یک وقت بخوایم خاکای خود بگیریم یک راهی است برای مردم افغانستان که برن دوباره خاکای خود دوباره به دست بگیرن. شما ببینید که پاکستان نه تنها که دشمن مردم افغانستان است و پاکستان در کمین است که روز شماری میکنه روزی که بالای افغانستان تسلط بیافته. و ما فکر میکنم که انشاءالله مردم افغانستان و اردوی ملی ما و پلیس ملی ما آگاه که اهداف شوم پاکستان چی است. و ما بسیار خوش هستم و خوش شدم وقتی که ما افغانستان رفتم 2-3 ماه پیش و فعالیت های اردوی ملی افغانستان دیدم، پلیس ملی افغانستان دیدم و خصوصا قوه ضربه کنها میتونه بسیار آسانی در مقابل دشمنان افغانستان
اونا به اصطلاح مجادله کنن. موضوع رفتن نواز شریف در ایران باز نقاط را باید ذکر کنم که او است که چون نواز شریف بسیار در شرایط خراب سیاسی قرار گرفته و وعده هایی که به مردم پاکستان کرده بود و وعده ها را تا حال برآورده نساخته و میخواست که بره سفر کرد و داخل ایران. دولت ایران چندین نقاط مهم با نواز شریف صحبت کرد و یکی که دولت پاکستان وعده کرده بود که پایپلاین گاز از ایران به پاکستان بیاره. اگر اونا تأخیر با وجود میاره باید دولت پاکستان جریمه تحویل کنه. و دیگه ای که موضوع امنیت بین سرحد پاکستان و سرحد ایران، خصوصا که جیش العدل گروه تروریستی چندین عسکر ایرانی را گرفته بود و او رو که نواز شریف گپ میزنه. و دیگه ای که نواز شریف و یعنی دولت پاکستان ارتباطش با عربستان سعودی، که عربستان سعودی خواستار عزیز که دولت نواز شریف در مقابل شیعه ها عملیات شروع کنه و چند مبلغ غیره به آیسای هم دولت عربستان سعودی تهیه کرده. در این قسمت دولت ایران وضاحت خواست از پیش نواز شریف و نواز شریف خواستار عزیز شد که از دولت ایران باید در قسمت یعنی مشترک گذاشتن معلومات خصوصی یا جاسوسی باید اونا هم اشتراک کنن. شما قراره که میبینین وضعیت خود داخل پاکستان چندان خوب نیست نظر به این شواهد. اگر که موضوع دیگه که پیش من پیدا میشه انشالله راجع به شرایط پاکستان، به هر صورت طالبان، تحریک طالبان داخل خود خاک پاکستان بسیار قوی شده، خصوصا نمی حمله که در بنو کردن کاروان عسکرای پاکستانی را زد، تقریبا تعداد کثیرش از بین برد و یک تعداد زیادشان زخمی شده. این عملات طالبان پاکستانی خصوصا تحریک طالبان مثلا بسیار پریشانی را بین ارتش اردوی پاکستان و دولت ملکی نواز شریف به وجود آورده. خصوصا طالبان تحریک طالبان در داخل خود خاک پاکستان از بمای مغناطیسی خصوصا ماین گذاشتن و ترور اشخاص مهم مثلا شروع کردن، خصوصا در شهر پشاور یک پلیس رئیس عمومی پلیس از بین بردن. که شما فکر کنین که حال احوال پاکستان بسیار زار است، یعنی خرابترین شرایط فعلا پاکستان داره. اگر شما مقایسه کنین شرایط افغانستان با شرایط پاکستان بسیار زیاد خرابتر است. اما ما برادران افغان خود میگم که عملاتی که شما بالای خاک افغانستان میکنین، بالای افغانایتان میکنین، شما یک بی‌عدالتی است که در مقابل افغانایتان میکنین. و ای که دولت پاکستان تانست پشتونولی یا ورولی را از بین افغانا و پشتونا از بین ببره و موضوعات مذهبی را موجود بیاره. به اصطلاح در سابق، یعنی وقتی که پاکستان تأسیس شد، پاکستان ساختگی، پشتونولی بین پشتونای ما افغانای ما مروج بود. معنای پشتونولی است که هیچ وقت استعمار افغانا قبول کرده نمیتونه، اما موضوعاتش دولت پاکستان بالخصوص آیسای به طرف موضوعات مذهبی برد و افغانها را به طریق
تحت کنترل آورد یا استفاده کردن، خصوصا در جنگایی که بین پاکستان و هندوستان واقع شد. شما فکر کنین که میرویس نیکه یا احمدشاه بابا، خصوصا میرویس نیکه کوشش میکرد که افغانا استقلال سیاسی و اقتصادی داشته باشه و در این حال پشتونوالی. چرا شما فکر نمیکنین که خود افغانا استقلال اقتصادی و سیاسی داشته باشه و پشتونوالی را در بینتان دوباره مروج بسازین تا ای که این ملاهای انگلیسی در بینتان موضوعات اسلامی را تبلیغ میکنه؟ شما برادرای افغان باید رابطیتان به طور کل با پنجابستان قطع کنین، سلطه پنجابی را ختم بتین و شما استقلال و حاکمیت سیاسی پشتونا و افغانا را به وجود بیارین. اگر شما با دولت نظامی و رئیسای پاکستان ارتباط نداشته باشین و اونا را حمایت و کمک نکنین، باور کنین که سلطه پنجابی سقوط میکنه. و خواهش ما ایست که از افغانایی که در داخل خط دیورند، در خارج از خط دیورند، در ممالک دیگه که زندگی میکنن، اونا ارتباطات خود به طور کل با پنجابی ها قطع کنن. قرار که شما ببینید در فلسطین مبارزشان در مقابل اسرائیل ها گفتن که به تمام دنیا ابلاغ کردن که شما باید مواد تولیدی اسرائیل نخرین. تنها یگانه چیزی را که شما کنین که قطع رابطه در قسمت خرید مال تجاری اسرائیل کنین و ما از شما منقول و گران و ارون و افغانان ایس گونه رابطه پنجابان سر اون ساته، ایس گونه رابطه اگوی سر مرست نکوی که تاسه رازی پخپل افغان وجنی دا خو بالکل او بیعدالتی ده. تا اخپل افغان اخپل پشتون به عزتوی پنجابیان لطانا گت اخلی. موضوع مهم است که افغانای ما که در نقطه دنیا زندگی میکنن هیچ گونه ارتباطی با پنجابی ها نگیرن، خصوصا وارد شدن مال پنجابی ها داخل خاک افغانستان باید با طور کل منع قرار بگیره، با طور کل منع قرار بگیره که اگر امی فابریکای تولیدی پاکستان تولید نکنه، پنجابی ها بغیر از سقوط دیگه کار بالاشون شده نمیتونه. رکود اقتصادی میاد و فعلا پاکستان دست و پنجه نرم میکنه. اگر دولت عربستان سعودی و بعض ممالک دیگه که پاکستان کمک نکنه، شما خبر دارین که دولت و اردوی پاکستان و آیسای سقوط خواهد کردن. ما میخوایم که چند عکس از دوستا و رفیقا، یک موضوع بسیار مهم است که وقتی که ما جرمنی رفته بودم با بعضی از برادرها ما صحبت کردم، خصوصا پسر ولسوال صاحب به نام مجیب رحمان که عکس شالا به شما نشان میتونم و خود امی ولسوال صاحب و شیریندل صاحب که دائما افغانها را کمک میکنن. امی مجیب رحمان پسرکشان هم حافظ قرآن هستن، هم با ما گفتن که ما در آینده موضوع دیورند خودم در نظر دارم پیش ببرم با سایر از اولادای افغان. شما ببینید که امی مجیب رحمان است، هر وقت تلفن میکنه و اول میگیره که موضوعات دیورند چی خواهد شد و این پدرش است که با همراه آقای کرزی شما میبینینش. این باز هم
مجیب رحمان جان است که تمام بزرگا و اشخاص ملی مجیب رحمان مورد علاقهشون قرار گرفته، خصوصا آقای شیریندل است که برای افغانایی که در جرمنی میه دائم با اونا کمک میکنند. ما میخواهیم که بعضی موضوعات صحبت کنیم که یعنی بیس پرابلم های امروزی ما شده به اصطلاح خصوصا موضوع دیورند در زمان حکومت یا پادشاهی ظاهرخان و هاشم خان میخواهیم سرش یک روشنی پرتیم که یعنی در اون زمان موضوع دیورند چطور پیش برده شده. به تاریخ 16 اکتبر 1938 یک هیئت انگلیسی به ریاست متکف وارد کابل شد و این هیئت انگلیسی چندین روز با ظاهرخان و هاشم خان گفتگوهای محرمانه را پیرامون مسائل مرزی انجام داد. دیپلمات بریتانیایی هاشم خان به ضرورت یک عقد موافقتنامه که را میگن جنتلمن موافقتنامه وادار ساخت که به اصطلاح درباره پیشگیری یک سیاست باهمی در زمینه حفظ و ثبات در گسترده قبایل پشتون، یعنی موافقتنامه‌ای که ظاهرخان و هاشم خان مورد قبول گذاشت و اوی بود که ما از اقوام پشتون در اون طرف خط سره در مقابل شما استفاده نمی کنیم و افغانستان هم باید از همدردی با پشتون ها جلوگیری کنه. به این معنا وقتی که شما این موافقتنامه را همراه ما به اصطلاح قبول میکنین، این موافقتنامه را ما از افغانای او طرف خط دیورند در مقابلتون استفاده نمی کنیم، در صورتی که شما از همدردی در مقابل اقوام پشتون در او طرف خط دیورند شما صرف نظر کنین. انگلستان به حکومت افغانستان پول و جنگ افزارها برای تحکیم مرز افغانستان و هند میده. به این معنی که انگلیس ها باید به افغان ها پیشنهاد کردن که باید مرزهای سرحدی خود تحکیم بخشند. به این ترتیب هاشم خان موافقت کرد. در این حال انگلیس ها تعهد کردند که 10,000 میل تفنگ 11 تیره و 5 میلیون گلوله برای افغانستان میده و بعدا انگلیس ها در حدود 20 فروند هواپیمای جنگی برای افغانستان داد و افغانستان برش پیشنهاد کرد که نیروی هوایی یک موثرترین جنگ افزار در مقابل قبایل کوچی است که به این ترتیب میتونه دولت افغانستان خط دیورند به اصطلاح تحکیم بخشه، یعنی از نگاه حفظ امنیت میتونه که تیرها استفاده کنه. و در این حال انگلیس ها یک سبسیدی را به میزان 170,000 پوند بر دولت افغانستان تخصیص داد و در این حال متکف موافق شد که هاشم خان که در او وقت صدر اعظم افغانستان بود او را بخره و سالانه پنهانی به طور پنهانی به حساب شخصی هاشم خان در بانک امپریال امپراتوری انگلیس هند در زمان، یعنی وقت هند برطانوی، 5 میلیون روپیه سالانه در اکانت هاشم خان انگلیس ها پرته. یعنی معنای از این چی است؟ پیش از جنگ دوم جهانی انگلیس ها میفهمید که از نگاه اقتصادی
دولت انگلستان قوی نخواهد بود و اونا میفهمیدن که از این برطانوی انگلیس ها میبراین. وقتی که اونا آمدن این متکف قرارداد داره که دولت ظاهرخان و هاشم خان به اصطلاح به امضا رساندن یا موافقت نامه را به اصطلاح امضا رسانیدن. وقتی که انگلیس ها میخواست که از افغانستان برای بهترین شرایط بود برای افغانستان، میتونه که دولت افغانستان بالای امپراتوری هند برطانوی حمله کنه، چون در او وقت جنگ دوم جهانی در جریان بود و انگلیس ها از نظر مالی و اقتصادی بسیار ضعیف شده بود، نمیتونه از خود دفاع کنه. و در این حال در جریان جنگ دوم جهانی دولت جرمنی برای به اعلیحضرت به اصطلاح پیشنهاد کرد که ما میتونیم که به شما کمک کنیم، شما به اصطلاح خط خاکایتان پس بگیریم، بندرتان بگیرین. دولت افغانستان موافقه نکرد. اگر دولت افغانستان موافقت میکرد در اون زمان، این مشکلی که فعلی که ما داریم و مشکل فعلی نمی بود امروز بین افغانستان و پاکستان. و ای که در سال 1975 جنگ بین پاکستان و هندوستان بود و امی پیشنهاد قراری که میگن سفیر شوروی به دولت افغانستان کرد که ما میتونیم که میتونیم وقت است که ما میتونیم که خط دیورند از بین ببریم و به شما کمک کنیم. و ظاهرخان موافقه نکرد در این قسمت که ما چطور میتونیم در این حالتی که یک مملکت مسلمان در جنگ است که هندوستان ما بالای از او حمله کنیم. شما ببینید که دولت افغانستان تنها در او وقت یعنی در ملل متحد یعنی شمولیت پاکستان ممانعت کرد و در این حال پسان باز قبولش کرد. در این حال یک سر و صدا را بالا کرد و در طیارات پاکستانی سرحدات افغانستان بمبارد کرد. اما از نظر واقعی جایی که دولت افغانستان میتونست به اصطلاح خاک‌ها را دوباره به دست بیاره و بندر را به دست بیاره میتونست که یعنی در او وقت پیش از اینکه دولت پاکستان تأسیس شود، یعنی دولت هند برطانوی بسیار از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار ضعیف شده بود، چون جنگ دوم جهانی در جریان بود. دیگه متاسفانه از شرایطی که به مفاد مردم افغانستان بود استفاده نشد و امروز شما میبینید که این جنگ بین دولت قاتل پاکستان، دولت نظامی قاتل پاکستان و ایسای امروز ادامه داره بین افغانستان و پاکستان. ما میخواهیم که به یک اعلان تجارتی بریم، ما پس میایم، لطفا با ما باشید.